شهرام همایون بنده هیچ تهمتی نمیزنم، فقط روی چیزهایی که وجود داره من با دارم شما شاهزاده صحبت میکنم. در 16 مهر 1372 یعنی 31 سال قبل روزنامه رسالت، این روزنامه رسالت آقای شهرام همایون، ببینید چی نوشته در این چیز. نوشته که براتون میخونم از روی روزنامه رسالت. نوشته که آگهی احضار کلاسه پرونده 73 905 3 ب بدین وسیله با آقای امیرحمید همایون، چون اسم اصلی ایشون امیرحمیده، فرزند ابوالحسن، مجهول مکان، به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری ابلاغ می شود. حد اکثر ظرف مهلت 1 ماه خود را به شعبه 3 بازرسی مجتمع شماره 3 دادگستری واقع در خیابان آزادی نبش خیابان خوش معرفی نماید. در غیر این صورت طبق قانون اقدام خواهد شد. خب آقای شهرام همایون شاهزاده، از ایشون بپرسید که چرا همچی احضاری رو برای ایشون نوشتن. چون درصد تو جامعه ما حالا یا درست یا غلط، شایعه که ایشون 180 تخت قالی از یک تاجری در ایران میگیره میاره کانادا میفروشه بدونی که پولش بفرسته. گفتم این شایعه من همه جا داریم میشنویم تا نباشد چیزی که مردم نگوین چیزها. خب جواب ایشون رو شما بخواین آقا چرا اسم کسای دیگر ننوشتن؟ ما هم در ایران بودیم دیگه، دیگران هم بودن.